الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، در هفته گذشته آیه را از سوره مبارکه انعام تلاوت کردم و عرض کردم که این آیه 3 تا آیان اینها در واقع و یا 4 تا آیان 10 تا حکم الله تعالی بیان کرده و اینها را صحابی وصیت نامه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم خواندن، چرا که اینجا قرآن هم لفظ وصیت را به کار برده است. این 10 تا حکم بزرگان عرایض بنده امروز ادامه عرایض جمعه گذشته است. از این 10 تا حکم که در قرآن عظیم الشان آمده در سوره مبارکه انعام 5 تاش را جمعه گذشته عرض کردم. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا. اولین این بود که فرمودم بیایی که تلاوت کنم بر سر شما آنچه که الله حرام قرار داده. اگر شما برای محرمات میگردید و میخواهید معلوم بکنید که چه چیزهایی را الله حرام قرار داده، در سرلوحه محرمات شرک به الله تعالی هست و شرک سنگین ترین گناه و بزرگترین جرمه. و بعد از شرک تا جمعه گذشته مفصلتر صحبت شد در رابطه با این فهرست من اینجا عرض می کنم. دومی گناه بزرگ که از محرمات سنگینه نافرمانی والدین هست. و بالوالدین احسانا، با والدین احسان و نیکی بکنید. پس بدی کردن و نافرمانی کردن با والدین حرامه. سومی حکم الله این بود که ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاهم. فرزندانتون را قتل نکنید که از ترس فقر و گرسنگی، چرا که خدا شما را هم روزی میدهد و فرزندانتون را هم روزی میدهد. روزی شما و اولادان شما به الله است. شما رزاق نیستید، شما نیستید که فرزندان روزی میدید، بلکه خدا فرزندان شما را جدا روزی میده. خود شما را جدا، سهمیه شما و فرزندان شما جدا به دست شما می افتد. و چه بسا که روزی شما هم به خاطر فرزندانه. در حدیث شریف آمده انما ترحمون و ترزقون بضعفائکم. خدا به برکت ضعفا که فرزندان و اولادن، والدین مادر و پدر ضعیفان و دیگر ضعفا، هم شما روزی میدهد و هم الله تعالی شما را نصرت و یاری میکنه. دعاها را هم برکت ضعفا الله قبول میکنه. لذا در روایات آمده که وقت دعا کردن ضعفا را نزدیک کردن، ضعفا و پیر مردان و نزدیک کردن که دعا زودتر به بارگاه الله تعالی اجابت بشه و به بارگاه الله تعالی قبول بشه. و پنجمی این 3 تا شدن. و چهارمی الله فرمودن که ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. نزدیک گناههای سنگین، گناههای بزرگ، خصوصا اون گناهایی که تویشون بی‌حیایی موجوده و حیا و عفت در آنجا پاره می شود و از بین می رود. نزدیک گناه نرید. حیا یکی از نعمتهای عظیمه و از شاخه‌های بزرگ درخت پرثمر و تنومند و سر به فلک کشیده دین و ایمان. این درخت ایمان
و یک بزرگترین شاخش حیایه. حیا مهمه، عفت مهمه، ولهذا عفت حفظ بشه، حیا حفظ بشود و گناه های سنگینی که در آن حیا از بین می رود و حیا پاره پاره می شود، این گناه را انجام ندید. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و فانجمیعکم. الله تعالی از باب محرمات و از باب منهیات قتل نفس سنگین ترین گناهه و بزرگترین جنایت و جرم کشتن انسان ناحق. کسی که یک انسانی را که قتل نکرده بکشه بزرگترین جنایت مرتکب شده و این بدون حق کشتن هیچ انسانی و جان روانیش. کسی که انسان بکشه و قاتل باشه و قتل به ثبوت برسه، او فقط عرض کنم که به حق و اما بقیه قتل تمام ناحقان و حراما. ذالکم وصاکم. این 5 تا حکم را که الله ذکر میکنه از 10 تا حکم میفرماید ذالکم وصاکم بهی. الله شما را حکم اکید میکنه و توصیه اکید میکند که شما این گناه را مرتکب نشوید. لعلکم تعقلون. اینها این احکام الهی در راستای هوشمندیان، در راستای عقلانیتن. این گناه ها همه محرمات، این گناه ها همه برخلاف عقلن و برخلاف منطقن که تمام ملت های دنیا از این گناه ها اجتناب میکنن مگر کسانی که حیایشون را از دست داده باشند و فطرتشون را از دست دادن، خلقت را، چرا که هر انسان را الله بر فطرت سالم خلق کرده و بعد با آلودگی های محیط و ماحول، با تبلیغات سو، با رفقا و دوستان سو یا با تعلیم بد، انسان فطرتش عوض میشه و تغییر میخوره. ولهذا اینا عاقلانان. بعد الله تعالی در آیه بعد 4 تا حکم را ذکر میکنه، میفرماید ولا تقتلوا النفس التي حرم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. قریب مال یتیم نروید، از نزدیک شدن به مال یتیم فرار کنید، دور باشید، چرا که مال یتیم ظاهرا ماله اما در واقع یک آتشه، یک آتش هست، یک آفت و عذابه. ببینید مال یتیم را مورد دستبرد قرار ندید، از مال یتیم استفاده نکنید، مال یتیم را حیف و محل نکنید مگر اگر به مال یتیم نزدیک میشید به همون صورتی که بهتر باشه. صورت بهترانه که این مال یتیم را شما نزدیک بشه که حفاظت کنید و برای یتیم نگهداری کنید و یا این را در یک تجارت صحیح بیندازید، در یک تجارت مشروع بیندازید که این مال اضافه بشه و تکثیر بشه برای یتیم و به هر حال برای حفاظت باشه، نزدیک شدن به مال یتیم، برای تجارتش باشه که نفع و سودش به یتیم برگرده و این خوب هست تا اینکه به جوانی میرسه، تا یبلغ اشده، تا به جوانی میرسه، بالغ میشود. اگر بالغ شد و عقل و کمالش هم تکمیل شد مال را به او تحویل بدید و اگر بالغ شد و بعد هم تجربیت نداشت و نمیدانست که مالش را چگونه حفاظت بکنه، مال نگهداری کنید و نیازهای او را از مال تامین کنید تا سنش بالاتر بره و بعض روایات طور میاد که 25 سال عقلش کامل بشه
و لهذا به او مالش را تحویل بدن، گوام بگیرن که مال تو که از پدرت مانده این بوده و ما مال را به شما تکمیل تحویل دادیم. رسید و قبض و هم سند درست بکنند، هم گواه بگیرند بر این که مال او را تحویل دادند و هم محاسبه درست باشه. و این ششمی حکم الله و هفتمی در این آیه عرض کردم 4 می آید که می فرماید حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل والمیزان، میگه وفا کنید، تکمیل کنید کیل را و تکمیل کنید وزن را. این توسعه. پس خوردن مال یتیم حرام و سخت‌ترین حرام هاست. و دیگه این که در کیل وزن الله میگه خیانت نکنید. وقتی شما از مردم کیل میگیرید به اندازه حقتون بگیرید، اونی که حق وزن میگیرید اندازه که حقتونه. وقتی کیل میدید به مردم وزن میدید و یا پارچه از لحاظ متری از نظر متری میپروشید و متر میکنید، لحاظ حق مردم تکمیل بدید، حق فروشنده تکمیل برسه، حق خریدار تکمیل برسه. هیچ کسی از فروشنده و خریدار خیانت نکنه در حق دیگران. و لهذا الله دستور داده که کیل و وزن را تکمیل کنید. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودند خطاب به صحابه که آی صحابه، بسیاری از قومها را، بعضی از قومها را الله به خاطر همین تطفیف، همین که حق و حقوق مردم را تکمیل نمیدادند، دزدی میکردند، خیانت میکردند در حقوق مردم، اینها را الله به عذاب گرفتار کرده است. ببینید شما خود را گرفتار عذاب الله نگردانید. ولهذا مهم نکته حرامه، گناه کبیره، خوردن مال یتیم، حیف و میل مال یتیم و حرام سنگینه که در کیل و وزن کسی کمی بیندازد و خیانت بکند و بعد اینها با حق مردم تکمیل داد. و امروز متاسفانه بالا کشیدن حق مردم، سرقت و دزدی که اینها از جنایات سنگینن، از جنایات بزرگن، رشوه و رشوه‌خواری، ربا و اینها همه گناه های سنگینن. والله تعالی همه جامعه ما را از این گناه ها نجات عنایت کند و همه ما را. و بعدی محرمات بعدی وقت من کمه و من خلاصه بی کنم. و اوفو بالعهد، عهد وفا کنید، وفا به عهد حیاتیه. و الله تعالی می فرمایند که و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها. اینجا در رابطه کیل و میزان یک الله تعالی یه تذکری داره، میگه شما کوشش کنید که برابر کنید در کیل و وزن حق طرف و مردم را. اگر یک شما دقت کردید ولی اشتباهی کوچک رخ داد، یه چیزی جزئی بود، شما متوجه نشدید، او را الله تعالی به شما میبخشه. چرا که او چیزای جزئی را ذره ذره را انسان رعایتش مشکل می شود. و اوفوا بالعهد، ان الله تعالی می فرماید که شما عهد و وعده ها را مراعات کنید و وعده با کسی دارید، نظری چیزی کردید، این نذورات وفا بکنید، معاهده و قرارداد دارید، قراردادهایتون را وفا بکنید. در قرارداد انسان ضرر میکنه، گایا نفع میبره، ولی قرارداد باید به هر صورت اجرا بکنه، عملی بکنه، اگر نفع کنه اگر ضرر بکنه. ولی چون قرارداد عقد منعقد شده
و قرارداد بسته شده است باید عمل کرد و وعده ها را وفا کنید. وعده کردید که مریض من شفا حاصل کرد روزه میگیرم و یا شتر گاو خیرات میکنم، اینها وعده ها را وفا کنید. وقتی که مریضتون بهبودی حاصل میکنه اگر شرط کردید، وعده کردید، نذر کردید، نذرها باید وفا بشن. با مردم وعده میکنید اینا را وفا بکنید. با الله ما عهد کردیم، در عالم ازل عهد کردیم، الست عهد کردیم و که دستورات الله را قبول میکنیم و وقتی مسلمان شدیم بعد عهد کردیم که به شریعت عمل میکنیم، باید به دستورات الله تعالی عمل بکنید. اینجا میفرماید لعلکم تذکرون و این 4 تا اینا دیگه شدن که شد 9 تا و تا اینکه شما پند حاصل کنید و تذکر حاصل کنید و پنجم پند بگیرید و پنجمی اینه که وان هذا صراط مستقیم، یا آخری معاهده، آخری حکم، آخری حرام که الله می فرماید این صراط مستقیم دین، صراط مستقیم من است. ان هذا صراطی مستقیم، این راه من دین اسلامه و لہذا این آیاتا، این قوانین الله تعالی صراط مستقیما و لہذا الله تعالی می فرمایند که اینها را شما تابعداری بکنید، از صراط مستقیم را ترک نکنید، از مسیر دین فرار نکنید، دین گریز نباشید بلکه دین مدار باشید، پایبند دین باشید، به دین عمل کنید و راه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ببرید، راه قرآن ببرید. و ان هذا صراطی مستقیم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلكم. این راه راست و صراط مستقیم ہے و این اتباع کنید. این محرمات در مسیر صراط مستقیمان، در مسیر راه راستان و لہذا اتباع راه راست بر شما لازم ہے که اتباع کنید و راههای فرعی و راههای انحرافی نروید. راه انحرافی او راههای هستند که مسیر افراط و تفریطان و افراط و تفریط هر دو از صراط مستقیم خارجند و هر دو از صراط مستقیم بیرونند و لہذا افراط و تفریط گرفتار نباشید و مسیر صحیح و راه درست خدا را ببرید. دنبال خرافات نباشید، دنبال آنچه که مردم در آوردند و مردم از ذهن خودشون و از نزد خودشون در آوردن، از دین نیستن، خارج از صراط مستقیما. این راه را نبرید که این راه شما را سرگردان میکنه و به دیگه مسیر شما را سوق میده و از حق شما را دور میگرداند. و عزیزان من این 10 تا حکم شدن که به هر حال 10 تا محرماتن و لہذا اینها را در زندگیمون رعایت کنیم و الله تعالی من و شما را توفیق عمل عنایت کند. جناب دکتر مولانا عبیدالله صحبت در رابطه با صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرمودند و بسیار این صحبت جامع بود و صحبت مستدل بود، خیلی خوب بود. و صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه او شخصی است که در تمام سختی ها و مشکلات در کنار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود. کسی که به آن حضرت ایمان آورد و معجزه نخواست که معجزه شما نشان بدید که ما اطمینان حاصل بکنیم، ولی او با تشخیص خودش، تشخیص
بسیار هوشمندانه و فطرت سالمش و عقل سلیم تشخیص داد که این پیامبر الله تعالی است و بغیر از پیامبر چیزی دیگر نمیتونه باشه این شخصیت. و لحاظا به آن حضرت ایمان آورد و تابعداری آن حضرت را قبول کرد و پا به پای آن حضرت در کنار آن حضرت قبل از هجرت 13 سال در مکه و بعد در مدینه منوره خدمت آن حضرت صلی الله علیه وسلم بود و ایستاد در تمام سختی آن حضرت را ول نکرد و آن حضرت در سفر هجرت بین همه صحابه صدیق اکبر را برگزیدند برای رفاقتش، برای همراهیش. و صدیق اکبر او روز دارایی و مال خودش را با خود برداشت که بالاخره توی این سفر نیاز میفته، در سفر هجرت نیاز به مال میشه و مالش را با خود برداشت. و همون واقعی که بیان شد در غار ثور وقتی که رفتن پناهنده شدن، وقتی دشمنان خواست حضرت را به قتل برسانند و بیان حضرت خارج شد از مکه و انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الاذقان فهم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. این آیه را خواندن والله چشم دشمن کور کرد و آن حضرت از جلوی اونها رد شد و به غار ثور رفتن و این چه سفر سختی بود، سفر هجرت. و دشمن آمد آنجا و آثار قدمشون را تلاش کردند و تلاش کرده که نه کجا رفتن. به آنجا آمدن دور می زدن، اونا زیر یک سنگ غاری است به صورت یک سنگ بسیار بزرگ که زیرش خالی اونجا قرار داشتن. پاهای مشرکین می دیدن و اونا فکر نمی کردن، چرا که عنکبوت تار کشیده بود و بعض روایت می که کبوت ها اینجا تخم انداختن دم غار و اونا اینجا که خیال کرده که اینجا کسی نیست و الله اونا را حفاظت که او آیه خواندن مال او لحظات سخته که صدیق برای حضرت رسول صلی الله علیه وسلم نگران بود و آیه نازل شد که شما غم نکنید. و این سختی راه هجرت فرصت نیست که تا مدینه منوره میره. هر جایی که بعد از 3 روز اینا به مدینه منوره کوچ کردن، بی راه رفتن، راه را چون همه بسته بودن و ترصد زدن و 100 تا شتر برای صدیق و 100 تا شتر برای حضرت رسول قرار کردن که هر کسی اینها را اسیر کنه بیاره یا خبر اینها را بیاره. به هر حال اینها بی راه رفتن، خیلی سخت، سفر سختی بود، اما خوش نصیب بود. صدیق اکبر رضی الله تعالی جانانه قربانی دادن، با مال و جان قربانی دادن، حراست کردن توی این سفر، پاسداری کردن هر جایی که حضرت استراحت می کرد صدیق اطراف دور می زد و نگهبانی می داد که یه وقت دشمن اینجا نرسد. و تا اینها بزرگان رسیدن به مدینه منوره به سلامتی و صدیق در کنار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بود، یار غار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و تمام سفر آن حضرت را همراهی می کرد و در خدمت آن حضرت بود. مشاور خاص آن حضرت که آن حضرت در مشاور او را با اهتمام می گذاشتن و از ایشان مشورت می کردن در امور. و لحظه این او وقتی که او قربانی می داد و فداکاری برای آن حضرت، هیچ نمی دانست که آینده آن حضرت صلی الله علیه وسلم به کجا می رسه امرش. و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم صاحب وحی بود، بسیار چیزا را الله به ایشون اطلاع داده بود، ولی صدیق اکبر خبر نداشت
و برای دنیا حمایت نکرد بلکه برای آخرت، برای رضامندی الله حامی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. نه صدیق اکبر میدانست، نه ابو عمر فاروق میدانست، نه حضرت عثمان و حضرت علی میدانستند، نه دیگر صحابی میدانستند. گفتن شاید همه ما کشته شدیم و چه پیش می آید با این دنیا همه دشمن شده است، هیچ نمیدانستند. اونها ایمان آوردن، بیعت کردن، اطاعت کردن، حمایت کردن جانانها و لہذا اونها را مورد بد و بیرا قرار دادن. هیچ تردیدی نیست که مورد اذیت و آزار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و مورد اذیت و آزار تمام رهروان راه خدا و راه حق و زبان کشودن به صحابه حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، لب کشایی به ازواج مطهرات پیامبر، لب کشایی به اهل بیت پیامبر، اینها که همه محبوب حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بودند، اینها مایه اذیت و آزار حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، اذیت و آزار خدا و رسولان. و اهانت کردن به اولیای خدا به شدت تمام محکومه. از هر فرقه و از هر گروهی باشه و بالاخره کسی که اهانت بکنه به اولیای خدا، دوستان خدا، او ملامت و محکومه و این عمل نفرت انگیز نزد الله تعالی. و ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا عظیما. و کسی که خدا و رسول را اذیت و آزار برسانه، قرآن میگه لعنت خدا بر سر اوست در دنیا و آخرت و عذاب سنگینی برای. و به هر حال این آنچه که واقعا سنگین همینه که در سازمان صدا و سیما که یک سازمان ملی و رسمی کشوره و با بیت المال اداره می شود، شخصی نیست و هم نامش ملیه و در چنان افراد آنجا افراد افراطی و تندروی که نمیفهمن و مصلحت هیچ چیزی را نمیدانند و بیخبرن، اینها را آوردن و گذاشتن. واقعا جای بسیار افسوس دیگری و حسرت دیگری. و ما به مسئولان میگیم که این نه تنها در این تندروی و تندروها در سازمان صدا و سیما جا پیدا کردن که بلکه در بسیار ادارات هستند و عمل اونها دیده می شود. اینها همین اخیراً همین مشکله که بسیار نظرشان برام بود بازه که حکومت یک دست بشه و بیشتر تندروها آمدن و جا پیدا کردن و خود را جا زدن در بعض دولت ها و این همون نتیجه همون است که اعلی احساس ناکامی که میکنن پشت به صالحین میدن و پشت به ولی الله و اهانت میکنن و روی این درخواست ما اینه که اینها را به اشد مجازات برسانن و از تمام سازمانها و نهادها و ارگانها مورد تفحص بگیرن که افراد عصبی و افراد افراطی و افراد تندرو را تصفیه کنند و دور کنند و بالاخره افرادی باشند که آدمان معقولی باید در چنان کارا گماشته بشوند. و این که در این امر در این اهانت مسئولان موضع گیری کردند و
به هر حال ملامت کردند و خود صدا و سیما هم اقدامات انجام داد. به هر حال مایه مقدار تسکین مردم شده، ولی واقعا مردم از بابت این جریحه دارند و به هر حال ما امیدواریم که اینها را به اشد مجازات، یک انتظار از مسئولان اینه که اینها را به مجازاتشون علنا برسانند که مردم ببینند. و توصیه ما به شما ملت و مردمان است که شما احساساتتون را به هر حال کنترل کنید و آرامشتون را حفظ کنید، چرا که اینا همین هدف دارند که مسائل مذهبی را تحریک کنند و با گلالود کنند این افراد تندرو و افراطی و ماهی بگیرند. اینا یا آدمان تندند خیلی یا نه آدمان باهوشند و عوامل بیگانه هستند و میخوان اینجا برای بیگانگان کار کنند و مشکلات درست بکنند برای کشور، و یا نه این افراد که عقل ندارند و بالاخره چنان کارهایی را میکنند. و احساسات مذهبی نباید تحریک بشوند، چرا که این تعصبات که تحریک بشه جنون در مردم پیدا میشه، نوع دیوانگی در مردم میآید و لحاظا این به ضرر هر ملک و هر ملت و هر قومه. مرد نباید مسائل مذهبی نباید سبب بشه که انسانیت را از دست داد و نباید مسائل مذهبی چنان تعصبات باشه در مسائل مذهبی که انسان راه خدا را و راه اسلام را ویل بکنه، اسلامیت را از دست بده. و احساساتتون مردم همه باید مردم احساسات کنترل کنن و به هر حال ما امیدواریم که این هم جد. آخرین نکته دیرم شده و اگه بتوانیم این از زود جمع کنم آنه که در این روزا به هر حال مذاکرات جریان داره و با به هر حال کشورهای دیگری که مشکلات موجوده با امریکا مذاکرات در جریانه و دیگر کشورها هم که همراهی میکنن و به هر حال چیزی که خواسته ملت ایرانه و مردم در فرصتهای مختلف ابراز داشته این خواسته ها را که مناسبت کشور ما با همه دنیا باید یک رابطه حسنه باشه و ما با دنیا باید تعامل بکنیم، ما با دنیا مدارات بکنیم و تا از منافع به هر حال منافع بهره‌مند باشیم. همه این ملت ها از طریق ارتباطات و از طریق مناسبات و تعامل زندگیشون را اداره می کنند و کشورشون را آباد می کنند و پیشرفت کشورها همه از راه این تعامل و از راه نقل و انتقال تجربیات و دانش و علم و لحاظا این حیاتیه برای هر ملت ها، برای زندگی هر ملت ها. و دین اسلام هم ما را به مدارات و به تعامل و به روابط حسنه با ملت های دیگه فراخوان داده و ما را اجازه داده است. به هر حال و در ضمن که مذاکرات با بیرون و کشورهای خارج در جریان داره، لازم هست که با ملت خودمون همونطور که با ملت های دیگه مذاکره می کنیم با ملت خودمون باید هم بشینیم که خواسته دیگر جمهور این مردمه و اکثریت قاطع ملت ایرانه اینه که هم سیاست های داخلی تغییر بخورن و تغییرات شکل بگیره در سیاست های داخلی و هم سیاست های خارجی و برون مرزی. و ملت احساسش همینه که کشور با توجه به همین مشکلات
که در بیرون بوده و مشکلات هایی که درون کشور به یک بنبستی رفته رسیده که آثارش همین فقر، آثارش تورم، آثارش تنگدستیه و آثار دیگر فراوان داره در زندگی. و لحاظا این حیاتی و مهمه. یک حکومت زمانی میتونه که ادعا کنه که اقتدار داره و مقتدره و اقتدار یک ملت و اقتدار یک حاکمیت و دولت در آن است که پایه مردمیش مضبوط باشه، پایه مردمی داشته باشه. حکومت وقت مردمی میشه و تکیهش بر مردمه و حمایت مردم را پشت سر داره، این حکومت واقعا حکومت مستحکم و مضبوط است. وقت سیاست خارجی مستحکم باشه، مضبوط باشه، با دنیا مناسبت های خوب باشه، روابط خوب باشه و بتوانه ملت های با یک دیگه معامله داشته باشن و تجارت داشته باشن و از دیگه منافع ببرن. این عرض کنم که کشور اقتدار داره. مهمترین اقتدار تسلیحات نیست و اقتدار نیروهای مسلح نیست و اقتدار قدرت جنگی و سلاح هسته‌ای نیست، بلکه مهمترین اقتدار با سیاست درست و سیاست صحیح در کشور و ملک حاصل میشه در میان ملت ها. وقتی بر یک سیاست صحیح و درست کشور اداره بشه که هم مردم داشته باشه و هم دنیا را داشته باشه و ملت ها را، این کشور هیچ خطری نداره و نیاز نداره که هزینه های انگفت و هزینه های عظیم و بزرگ در راستای تولید سلاح بکنه و در امن قرار میگیره. و لحاظا این ما توصیه منانه که همانطور که بیرون با ملت های دیگه مذاکره جریان داره، درون هم مذاکره جریان باشه، در جریان باشه و به خواسته های مردم خودمون توجه کنیم و حرف مردم خودمون را هم بشنویم، با مردم خودمون بشینیم و این میتونه که ما را در آینده به یک مسیر درست قرار بده و انشالله مشکلات ها یه مردم و رنج مردم کاهش پیدا بکنه. توصیه بنده آن است که به زندانی ها، به هر حال زندانی های جدید اخیراً توی فضاهای مجازی میخوانیم که از علمای کرد تعداد بازداشت شدن و توصیه ما اینه که به هر حال علما را بازداشت نکنید، با علما بشینید، با علما صحبت بکنید، با سیاستمداران هم بشینید، زنان و مردان، به جای این کنه بازداشت بشوند با اونها صحبت بشه. شما دلایل دارید با اونها مطرح کنید، حرف حق اونها را گوش بکنید. علما اگر انتقادی دارن بالاخره انتقادشون گوش بشه و علما انتقادشون دل سوزانه هست و خیرخواه همان تمام طبقاتن و خیرخواه ملتن و علمای مردمی اونایی که در کنار مردمان و مردم ویل نکردن و لحاظا اونها وظیفه شونه که حرف مردم بزنن و به هر حال به این مسائلی است که تجدید نظر میخواهد و یک تغییرات جدی در انتظار که به هر حال شکل بگیره در قسمت داخلی کشور و شرایط تغییر بخوره و زندگی برای مردم آسان تر بشه و ملت ایران که ولی نعمتن بزرگترین حق برگردن همه دارن بر همه مسئولان و باید مسئولان بازو را پایین بیاورن، کسانی که مسئولیت دارن در مقابل مردم و کنار مردم باشن و به صدای مردم، صدای ملت
باید توجه ویژه انجام بگیره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.